جلسه پیش راجع به سه تا قانون تو کوانتوم اینفورمیشن صحبت کردیم. گفتیم پروبابیلیتی از ابسولوت ولیو به پروبابیلیتی امپلیتیود به دست میاد. ترانزیشن اگه تو استپ ترانزیشن داشته باشیم پروبابیلیتی امپلیتیود میشه جمع دو تا پروبابیلیتی امپلیتیودا. اگه از دو راه بتونیم یا بیشتر از چند راه بتونیم برای ترانزیشن اقدام کنیم میشه جمع اینا. و بعد دیدیم که این باعث میشه که در واقع کوانتوم اینترفرنس بیاد وسط و یه تفاوتی میکرد با احتمالات کلاسیک که در واقع اینترفرنس میتونست اون ترانزیشن پروبابیلیتی رو اضافه کنه یا کم کنه. و گفتیم با این بسته در واقع میشه دیزاین کرد که اون تارگت استیتی که ما میخوایم آوتکام گیتمون باشه در واقع اینهانس بشه یا ساپرس بشه. بعد راجع به یک کمی راجع به هاردشیپ کلاس کامپیوتیشن صحبت کردیم، پولینومیال اکسپوننشیال. خیلی خب ببینید که من یه کیوبیت و یک فیزیکال کیوبیت رو بخوام اینجوری نشون بدم. این شبیه یه در واقع تو لول اتمه که یه لولش در واقع گراوند، یه لول اکسایتد. این در واقع تو سیرکت دیاگرام که میخوام بکشم این در واقع نشونگر یک کیوبیته که داره تحول پیدا میکنه. این نشونگر یه اپراتوره. سیرکت دیاگرام میتونه در واقع کوانتوم سیرکت هم میتونه پیچیده تر باشه، یا مثلا میتونه اینجوری بی هم باشه، یا اصلا 3 تا اتم داشته باشم یا 3 تا کیوبیت داشته باشم. بعد اینجا میتونم 2 کیوبیت گیت داشته باشم. میتونم خروجی اینو یه 2 کیوبیت گیت دیگه داشته باشم. اینجا یه گیت دیگه مثلا آدمه بذارم. بعد یه سری گیت دیگه. بخوام این یک کیوبیتش در واقع یه اپراتوره. این گیته یه اپراتور یونیتریه، یعنی یو دگر هم آیدنتیتی میشه و چون دایمنشنش 2 در واقع این کیوبیت هم جزء گروه یو 2. ولی اگه 3 تا کیوبیت یا n تا کیوبیت داشته باشم میشه تو چه اپراتورها؟ اپراتور کلی، یو کلی، یو توتال که هست مثلا اینجا هست چی؟ اینجا هست از آخر برقرار داره مثلا دیگه میشه A کراس B پریم کراس E در این اسمشو میذارم G، اسم اینو میذارم F در بعدش هست مثلا H G کراس که این G خودش U4 این U2 بعد اپراتور بعدیم چیه؟ هست F این باز U4 در آیدنتیتی در A کراس B در آیدنتیتی. خب این یو توتال هم چنده؟ این هست یو 2 به توان 3. خب یعنی دایمنشنش 2 به توان 3. بخوایم کاراکتر در واقع توصیف کنیم، بگیم خصوصیت این کوانتوم سیرکت رو بگیم سایزش چیه؟ سایزش هست تعداد گیتایی که داره اعمال میشه، گیتای قید آیدنتیتی میشه 1 2 3 4 5 6 7 8. پس این میشه number of gates که میشه 7 1 2 3 4 5 6 7 8 یکی دیگه دپسه. ببینیم این گیتا میتونه با هم اعمال شه، این گیتا میتونه با هم اعمال شه، اینا میتونه با هم اعمال شه، اینا با هم. خب پس از نظر مثل کلاک در واقع سی پی یو، این کلاکه مثلا اینجا یک کلاک میده، یک کلاک، یک کلاک، یک کلاک. خب این میشه دپس کوانتوم سیرکت. دپس number of steps
یا گیت اپریشن، یعنی آره دیگه استپایی که میخواد اعمال شه. این چنده؟ 1 2 3 4 میشه 4. خب این از depth و size. خب چیزی که مهمه اینه که اسکیل در واقع این depth و تعداد گیت ها بر اساس در واقع n چجوری باشه. یعنی اگه تعداد کیوبیت هم n کوچیک مثلا اگه تعداد کیوبیت هم زیاد شد، اسکیل این در واقع الگوریتم چجوری میشه. مثلا برای تافالی 2k به علاوه 2 تا سینات میخواد برای 3k، برای مثلا اگه بخواید یه دونه 3k نات درست کنید، این مثلا 2k به علاوه 2 تا سینات میخواد که گیت 2 کیوبیتی خیلی گرون میاد. خب پس این در واقع راحت نیست اسکیل کردن و تعداد چیزش که وحشتناک میده و تعداد کل سایزش که خیلی زیاد میره بالا. خب ولی اونی که خیلی گرونه این سینات هست که 2 کیوبیت گیتی که میخوایم بزنیم گرونه، مثلا تافالی گیت گرونی. اما اگه مثلا بخوایم بزنیم سی نات کی، این مثلا راحت، این مثلا کی تا فقط چیز میخواد، سی نات میخواد، 1 کیوبیت نه مثلا نمیخواد دیگه، خیلی ساده تر از این تعداد 1 کیوبیتش خیلی زیاده، یادم نیست. خب این قسمت F اینفورم نوشته، این منظورتون چیه؟ کجا؟ پایین. اینجا؟ F کراس آی این آیدنتیتیه. این یو4 داشته، یعنی سایزش 4 یونیتاری 4. برای جی هم رو هم داریم. جی هم یو4 داره. خب سوال نداریم؟ کنم. جلسه پیش یه گلدن سرکت کشیدم که هادامارت بود، فیس گیت بود، هادامارت بود. اینو میخوام با این در واقع روتاسیون دیراژ میخوام یه بار بریم جلو. اول تو صفر پریپر میکنیم استیتمون رو. اینجا استیتمون چی میشه؟ میشه هادامارت رو صفر. یعنی چی؟ هادامارت چی بود؟ هادامارت بود 1 1 1 منهای 1 روی در واقع صفر کیوبیت که بزنیم میشه چی؟ 1 علاوه 1 نه 1 دستمال اسکوئر روت 2 یکی میشه چی؟ نه 1 دستمال اسکوئر روت. خب پس اینجا میشه 1 دستمال اسکوئر روت 2 صفر علاوه 1. خب اگه فیز گیت اعمال میشه اینجا میشه چی؟ اینجا میشه بگیم چی میشه؟ مرسی. هادامارت بزنم چی میشه؟ انجامش بدیم دیگه. هادامارت روی این 1 دستمال اسکوئر روت 2 1 دستمال اسکوئر روت 2 ای به توان آلیفی. هادامارتش هم بنویسم 1 1 1 منهای 1 1 دستمال اسکوئر روت 2. کل 1 دستمال اسکوئر روت 2 میشه 1 دوم. اینجا میشه بالا میشه 1 به علاوه ای به توان فی. پایین میشه 1 منهای ای به توان فی. خب
علاوه ای به توان آی فی در صفر به علاوه یک منهای ای به توان آی فی در یک تقسیم بر دو. خب ای به توان آی فی دوم از این اگه بکشم بیرون فاکتور بگیرم میشه کوسینوس فی دوم در صفر به علاوه سینوس فی دوم منهای سینوس منهای آی سینوس فی دوم در یک. خب این الان چیه؟ این دامنه احتمالمه، این probability amplitudeمه. اگه بخوام probability ببینم باید چیکار کنم؟ ابسولوت ولیو به توان 2 شده. مثلا اگه بخوام ببینم probability اینکه تو صفر باشه چقدره باید چیکار کنم؟ باید بیام صفر رو ضرب در سایه بکنم، ابسولوت ولیوشو به توان 2 برسونم. یعنی این ترم به توان 2. اینم که گلوبال فیز اصلا اهمیتی نداره، ولی اگه probability amplitudeش هم ببینیم میره دیگه، چیز مهمی. پس میشه کوسینوس 2 فی دوم. پس پی صفر کوسینوس اینجوری میشه کوسینوس 2. میگه که اینجا مثلا میشه چی؟ پی اگه بذارم میشه کوسینوس پی دوم، اینجا 3 پی بذارم میشه 3 پی دوم. خب این شد. بعد اون یکی چی؟ پی یک هم عکس اینه دیگه، پی یک از سرسینوس اینجا میشه پی دوم، اینجا میشه بعدیش. خب پی اشتباه بود، سپی. خب یه ذره فامیلا بازی کنیم که تستان بگیر. خب کسی سوالی نداره؟ فیز گیت هم میدونین چیه دیگه؟ این هم هست یک سی به توان آی فی صفر صفر. مرسی. خب سوال نداریم پاک کنن؟ اگه خطم کوچیکه بگین بزرگتر بنویسم، اگه دیده نمیشه بگین ماجیک عوض کنم. اوکیه؟ خیلی میخوام یه ست اپراتور معرفی کنم که خیلی زیاد میبینینش، احتمالاً قطعا میتونین چیه، ولی خب یکی کلیفورد، یکی پاولی. خب پاولی ها رو که میدونین چیه؟ سیگما ایکس نشون نمیشه ایکس دیگه چیه؟ وای درست وای و زد. خب اینا پاولیه، اینا پاولیه دیگه. یه گیت دیگه که کاربردیه چیه؟ اچه آدامارده که خوب دیدینش یک منهای یک. یکی دیگه اسه با تی، اس پی دوم فازش، تی پی چهارمه. اس یک ای به توان آی پی دوم
تی میشه چی؟ یه به توان آی پی 4. کل اینا با هم دیگه میشه پاولیا با این S و Q H میشه کلیفورد وان دایمنشنال وان کیوبیت. کلیفورد وان کیوبیت. خب سینگل کیوبیت پارت کلیفورد که این ستمونه گروه کلیفورد. این که بیت فلیپه 1 رو به 0 تبدیل میکنه، 0 رو به 1 تبدیل میکنه. x گیت. z چیه؟ z یه فاز پای میده. جلوتر که بریم این میشه ارور فاز فیس فلیپ ایجاد میکنه. این چی ایجاد میکنه؟ بیت فلیپ ایجاد میکنه. خب ارور بیت فلیپ ایجاد میکنه. بعد یه چیز دیگه که خوبه بگیم اینه که h در x در f میشه چی؟ اگه بیت فلیپ همون رو با 2 تا هادامار ساندویچ کنیم چی به هم میده؟ z میده. میشه فیس فلیپ. اگه فیس فلیپ رو با 2 تا هادامار ساندویچ کنیم چی به هم میده؟ x میده. یعنی چی؟ مثل همون چیزی که دیدیم سیرکویت 2 تا هادامار بود، یه فیز گیت وسطش بود. میگفتیم اگه فازش پای باشه این باعث بیت فلیپ میشه. یعنی یه هادامار بود، یه فیز فلیپ بود، یه هادامار میشد یه بیت فلیپ. 0 رو به 1 تبدیل میکرد به خاطر اون فاز پایی که میداد. خب مثلا ارورا میگن که باید مواظب باشین ارورا پروپاگیت نکنه، از یه مدل به یه مدل دیگه تبدیل نشه تا بتونی ارور کرکشن انجام بدین. چون معمولا ارور کرکشنی که ما انجام میدیم مثلا یا بیت فلیپ رو تصحیح میکنه یا فیس فلیپ رو. برای همین میگن مواظب باشین مثلا اینجوری اتفاق اینجوری نیفته که 2 تا هادامار داشته باشین وسطش یه ارور اتفاق بیفته مدلش عوض شه. خب این تو ارور کرکشن خیلی استفاده میشه. میگن bias preserving operation که در واقع avoid میکنه این تبدیل این در واقع ارورا رو به هم. در غیر این صورت overhead داریم برای اینکه بخوایم اصلاح کنیم خطا رو. کسی سوالی نداره؟ استاد وای منجر به چه خطایی میشه؟ وای هست x و z. فلیپ فیس فلیپه. سندویچش چی می‌کنیم ما؟ سندویچ هادامار داشت؟ چونی انجام h y h پس 1 منهای 1 کدن یه دوم زن برای همش i منهای i 1 منهای 1 خب این اولیشو بزنم چی میشه؟ میشه آی دومی رو در این یکی بزنم میشه منهای آی. اینو بزنم میشه منهای آی. این یکی رو بزنم میشه منهای آی. در 1 منهای 1 این میشه چی؟ آی منهای آی میشه 0. بعد این در این میشه آی بعد وای میشه 2 آی. این یکی میشه منهای 2 آی. یکی میشه 0 دوم. پس میشه 0 آی منهای آی 0. این هست منهای وای. عجیبه؟ به خاطر اینکه این ترکیبی از بیت فلیپ و فیس فلیپ دیگه. اگه یه بیت فلیپ بود تبدیل شده به فیس فلیپ، فیس فلیپ بود تبدیل شده به بیت فلیپ، فیس فلیپ بیت فلیپ تبدیل میشه به فیس فلیپ بیت فلیپ.
که اشتباه کردم بگیم. کنم. خب یه چیزی که خیلی طول هندی که وجود داره بلاک اسفیره برای رپرزنتیشن استیت کیوبیت استفاده میشه و کیوبیت مثلا کیوبیت ها نمیتونید استفاده کنید، فقط واسه کیوبیت به درد میخوره. این بلاک اسفیر یه نورث پول و ساوث پول داره که این هست 0 و 1. این ناشون دیتیلش رو بعدا میگم، ولی نکته که وجود داره هر استیتی که بخوایم در نظر بگیریم، چرا بعدا الان میگم، اینجا اگه x باشه، اینجا y باشه، این هست چی؟ این هست 0 به علاوه 1 تقسیم بر اسکوئر روت 2. این یکی هست 0 منهای 1 تقسیم بر اسکوئر روت 2. y پلاس y میشه چی؟ میشه 0 به علاوه i1 تقسیم بر اسکوئر روت 2 ماینسش چی میشه؟ 0 منهای i1 تقسیم بر اسکوئر روت 2. خب اگه x رو اعمال کنیم به این چی به همون میده؟ x رو به این استیت اعمال کنیم بهتون خود استیت رو میده. خب پس میگن که در واقع x اینو استابیلایز میکنه. اگه x رو به این اعمال کنیم بهتون منهای x میده، پس میگن منهای x این استیت رو استابیلایز میکنه. اگه y رو به این اعمال کنیم بهتون y میده، پس میگن y اینو استابیلایز میکنه. اگه y به این بزنیم منهای 1 میده، پس منهای y اینو استابیلایز میکنه. این چی؟ این هست z رو به این بزنیم منهای 1 میده، پس منهای z اینو استابیلایز میکنه، این هم z استابیلایزش میکنه. خب حالا این پس بلاک اسفیر بالا و پایینش 0 و 1 رو نشون میده. روی ایکویتر که قرار میگیرین اگه در استای x باشین بهتون یک 0 به علاوه 1 میده، اون بر باشین 0 منهای 1، y باشین 0 به علاوه i1 0 منهای i1. خب این در واقع این فیه در واقع فازر رو میده. تتا بهتون در واقع میگه که چقدر سوپرپوزیشن رو چقدر 0 یا چقدر 1 داره. خب پس هر استیتی که داشته باشین بذار بزرگتر بکشمش. یه تتا داره استیتتون، یه فای داره. خب پس هر استیتی رو اسمشون بدم. استیت اس هم میتونم چجوری نشون بدم؟ یکم هست کوسینوس تتا دوم در 0 به علاوه ای به توان آی فی سینوس تتا دوم در 1. خب حالا هر اپراتوری هم که داشته باشم میتونم
یه اپراتوری که رو 2 کیوبیت عمل کنه رو میتونم اینجوری نشون بدم. سام روی که MK سیگما K. اینا پاولی اپراتورن که 1 و X و Y و Z رو دارن. 0 1 2 3. خب پس میشه M0 در آیدنتیتی به علاوه MX سیگما X به علاوه MY سیگما Y به علاوه MZ سیگما Z. این تیکش رو اصطلاحاً میگن M دات سیگماست. خب هر اپراتور یونیتری که من داشته باشم اینو میتونم اینجوری بنویسم. آپرا فیکس فاکتور، گلوبال فیکس فاکتور میتونم بنویسم کوسینوس تتا دوم آلفا دوم در آیدنتیتی و علاوه سینوس آلفا دوم در n دات سیگما. خب پس اگه من یه بردار n رو در نظر بگیرم که نشون بدم قاطی بشه، اگه بخوام یه اپریشن انجام بدم رو این استیت S میتونم رو بلاک اسفیرم یه بردار n رو نشون بدم که این در واقع S حولش شروع میکنه روتیت کردن. خب چقدر روتیت میکنه؟ به اندازه آلفا، یعنی U آلفاست. خب حول n به اندازه آلفا روتیت میکنه. مثلا n بعد میاد تا اینجا، میاد اینجا. خب پس U روی S استیت رو میچرخونه دور n به اندازه آلفا از اینجا تا اینجا. این اسمش آلفا تا بیاردش اینجا. خب هر استیت، هر اپراتور یونیتری یه روتیشن به حساب میاد. اگه نان یونیتری باشه، نان هرمیتی باشه، میره توه بلاک اسفیر. آدامارد چیه؟ آدامارد رو بخوایم بر حسب یه روتیشن بگیم چی میشه؟ x بر z یه سیگما x بر سیگما z. کارش چیه؟ کارش اینه که z رو به x تبدیل میکنه، x رو به z. پس حول x به علاوه z این اگه x باشه، این اگه z باشه، حول این بردار میچرخونه. حول این بردار میچرخونه. خب z رو تبدیل میکنه به x، x رو تبدیل میکنه به z. تا کنم کنم